این مادران از همه شهر و ناحیه‌های تاجیکستان سوغد و ختلان و رشت و بدخشان تحت عنوان کاروان مادران وحدتسرا به هم آمده به ناحیه به نام میر سعید علی حمدانی آمدند. چاره‌بینی مذکور از جانب کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ریاست کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان بخشیده به جشن 25 سالگی روز وحدت ملی سال سوم است که راه اندازی گردید. بعد پذیرایی گرم و صمیمی مهمانان کاروان مادران وحدتسرا به قسم حربی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی و دسترخوان ایدانه تشریف آوردند. در این قسم حربی مادران با شرایط‌های خدمت سربازان از نزدیک شناس گردیدند. اطلاع داده شد که در این قسم حربی جوانان از همه شهر و ناحیه‌های کشور عزیزمان قرض شهروندی خدمت وطن مادر و صافدلانه ادا می‌نمایند. در ملاقات با سربازان مادرانی که برآمد کردند شکرانه صاحب استقلالی تنجی و آسایشتگی کشور محبوبمان را نموده قید نمودند که ما مردم شریف تاجیکستان باید به قدر این نعمت بی‌بها رسیده صلح و وحدت ملی را همچون گوهرک چشم حفظ نماییم. بهر آبادی وطن عزیزمان با هم دوست و مهربان باشیم. امروز از جانب دولت و حکومت برای ما سربازان تمام شرایط‌های ضروری فراهم آورده شده است. جواباً به این غمخواری ما سربازان کوشش میکنیم که خدمت را در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان صادقانه ادا نماییم. خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان برای هر یک جوان قرض می باشد. سپس بعد دیدار از قسم حربی چاره‌بینی‌های معرفتی نزد بینای فیلارمونیای مردمی به نام آدینه هاشیموف ادامه یافتند. در همایش هنرهای مردمی مهمانان با محصول دستان هنرمندان ناحیه شناس گردیدند. در جمع‌آمد رسمی از نام رئیس ناحیه مهمانان را شادباشی نموده از دستاوردهای ناحیه به نام میر سعید علی حمدانی در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان، سهم صاحبکاران شخصان سخاوت‌پیشه در آبادی این گوشه تاجیکستان و رفت کارهای آبادانی، ساختمان انشاءات‌های اجتماعی، تأسیس جایهای نو کاری، آمادگی‌ها به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان سخن کردند. قسمت فرهنگی چاره‌بینی‌ها با نمایش برنامه کنسرتی از جانب هنرمندان فیلارمونیای مردمی به نام آدینه هاشیموف جنبست گردیدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه به نام میر سعید علی حمدانی برای برنامه اطلاعاتی نوید.